اگه ویندوزتون 10 و سرعتش خیلی اومده پایین، این ویدیو مخصوص خودته. تو این ویدیو میخوام چند تا راهکار بدم که بتونین سرعت ویندوز 10 رو افزایش بدید و راحت‌تر بتونین از ویندوز استفاده کنید. بریم سراغ آموزش. برای راهکار اول شما وارد ستینگ ویندوز بشید و در قسمت سرچ ستینگ شما بک‌گراند اپ رو سرچ کنید و وارد بک‌گراند اپس بشید. در اینجا شما لیست کاملی از برنامه‌های سیستمتون دارید که این برنامه‌ها وقتی آن باشن یعنی در پس زمینه سیستمتون اجرا میشن و سرعت سیستمتون رو مختل میکنن و سرعتش رو کاهش میدن. وقتی شما اینها رو آف کنید، این برنامه‌ها دیگه در پس زمینه اجرا نمیشن و سرعت سیستمتون هم بالاتر میره. بریم سراغ راهکار دوم. شما برای راهکار دوم باید وارد کنترل پنل بشید. برای این کار تو سرچ بار کنترل رو سرچ کنید و وارد قسمت کنترل پنل بشید و در کنترل پنل باید شما عبارت ترابل شوتینگ رو سرچ کنید و وارد قسمت ترابل شوتینگ بشید و در قسمت ترابل شوتینگ هم شما گزینه ران مینتیننس تاسک رو انتخاب کنید و وقتی این رو انتخاب کردید شما گزینه نکست میزنید و ویندوز خودش مشکلاتش رو حل میکنه و در اینجا هم سرعت سیستمتون بالاتر میره. برای راهکار سوم کلیدهای ترکیبی ویندوز و آر رو بزنید و عبارت پریفچ رو بنویسید و اینتر رو بزنید. در اینجا شما فایل های اضافی ویندوزتون رو میبینید که شما باید کنترل A رو بزنید و کلیک راست کنید و دیلیت رو انتخاب کنید. با این کار فایل های اضافی ویندوزتون پاک میشه و سرعت ویندوزتون هم بالاتر میره. برای راهکار چهارم دوباره کلیدهای ترکیبی ویندوز و آر رو بزنید و عبارت msconfig رو بنویسید و اینتر رو بزنید. در این پنجره که براتون باز میشه وارد تب بوت بشید و گزینه Advanced Option رو انتخاب کنید و در اینجا این عددی که میبینید رو روی بیشترین مقداری که روی لپتاپ یا کامپیوترتون هست بذارید. این اعداد اون هسته هایی هستن که روی لپتاپ یا کامپیوترتون هست. وقتی اینو روی بیشترین حالت این اعداد میذارید، ویندوز از تمام قدرت هسته لپتاپ یا کامپیوترتون استفاده میکنه و سرعتش رو میبره بالاتر. و بعد اینکه این عدد رو روی بیشترین مقدار گذاشتین روی اوکی بزنید و بعد اپلای رو بزنید و دوباره اوکی رو بزنید. اینجا میگه که لپتاپتون باید ریستارت بشه و وقتی ریستارت شد و دوباره بالا اومد ویندوزتون، شما تغییرات رو احساس خواهید کرد و سرعت ویندوزتون هم بالاتر خواهد رفت. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. حتما برای دوستانتون هم بفرستین این ویدیو رو و لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره.